هیتلر کی بود و چی کار کرد؟ شاید این سوال زیادی کلیشه‌ای به نظر بیاد یا حتی جواب اون خیلی واضح دونسته بشه، ولی خب بذار ببینیم. یه مرد با سیبیل کوچیک، موهای شدیداً مرتب که طبق نقل رسمی جنگ جهانی دوم رو آغاز کرده و باز هم طبق نقل رسمی تقریباً نیمی از یهودیان زمان خودش رو کشته، چه جور آدمی بوده و توی چه جهانی زندگی میکرده؟ اول باید بریم به سالهای خیلی قبل از جنگ جهانی دوم، زمانی که جوانی زاده اتریش مجارستان با تبار آلمانی تصمیم میگیره که توی جنگ جهانی اول توی ارتش آلمان بجنگه. توی این جنگ مجروح میشه و به علت نابینا شدن موقتی به وسیله یک نوع گاز سمی به اسم گاز خردل توی بیمارستان سر میبره، تا اینکه یه روز خبر میاد که آلمان توی این جنگ شکست خورده و تسلیم شده. دشمنای آلمان هم که تا میتونستن توی یک پیمان به اسم پیمان ورسای اون رو تلکه میکنن، مثلا سرزمین‌هاش رو ازش میگیرن، نیروی نظامی و دفاعی اون رو ضعیف میکنن و خلاص آلمان تبدیل میشه به یک کشور مظلوم که اون دشمنا تا میتونن بهش زور میگن. خب این قطعا نتیجه مثبتی توی روحیات و طرز فکر ملت آلمان نداشته. این وسط انگار خود کشور هم تبدیل میشه به یه سیرکی که کمونیست‌ها از یه طرف توش نمایش اجرا میکنن و سوسیال دموکرات ها هم از یه طرف دیگه. کلاً یه فضای بد و شاید بشه گفت مسمومی بود طی یه سری اتفاقایی که آدولف هم از قضا از همون افراد ناراضی و معترض به این شرایط و حالا عهدنامه ورسای بود، تو اون بلبشو با یه حزبی آشنا میشه به اسم حزب کارگران آلمان که به صورت اختصاری بهش میگن DAP. کم کم میفهمه که خط فکری و عقایدش با این حزب همخونی داره، درخواست عضویت میده و عضوش میشه. البته این یه حزب خیلی بزرگ و پرطرفداری نبود تا اون زمان. حالا اینجا اگر اشتباه نکنم و اگر درست یادم باشه یه سری جاها میگن هیتلر 7مین عضو این حزب بود، یه سری هم اون رو به عنوان 55مین عضوشون میشناسن. خلاصه فضا اینطوری بود که وسط اون همه هرج و مرج یه حزب خیلی کوچیک و پیش پا افتاده هم این وسط شکل میگیره. کم کم آدولف توی اون حزب قدرت میگیره و از یه جایی به بعد رهبر اون حزب هم خودش میشه. اینجا دیگه داستان یکم عوض میشه. از همون اوایل کار هیتلر میاد نماد حزب رو عوض میکنه و یک سری چیزها مثل پرچم جدید، شعار جدید، گروه شبه نظامی حزب یا همون SA و خلاصه کلی چیز دیگه رو تأسیس میکنه. اون حتی اسم خود حزب رو هم عوض میکنه و میذاره حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان یا به صورت اختصاری NSDAP. از این نقطه به بعد دیگه هم رسما و هم عملا حزب نازی زاده میشه. طی فرایندی که سالها طول کشید بالاخره سال 1933 حزب نازی تقریبا به قدرت میرسه. فعلا میگیم تقریبا چون هنوز یه نفر به اسم پاول فون هیندنبورگ رئیس جمهور آلمان و شخصیت اول اونه و هیتلر فعلا یک شخصیت دوم و صدر اعظم. سال 1934 که میشه هیندنبورگ از دنیا میره و حالا هیتلر علاوه بر اون صدر اعظمی که از قبل این ماجراها بود تبدیل به رئیس جمهور آلمان هم میشه و این دوتا پست رو که پست های مهمی هم بودن از نظر سیاسی با هم ترکیب میکنه و شاید بشه گفت یه ابر پست میسازه به اسم پیشوای آلمان. از این ناحیه به بعد که دیگه هیتلر به عنوان پیشوای آلمان شناخته میشه، نه فقط یک صدر اعظم یا یک رهبر حزب کوچیک. یک سری اصلاحات اساسی رو هم توی کشور و هم توی خود حزب به وجود آورده. مثلا یک گروه شبه نظامی دیگه رو تشکیل دادن به اسم SS، چون این SA یه مقدار سرگوشش اصطلاحاً میجوره. کمونیستا و سوسیالیستا توی حزب و هم تو خود SA رسوخ کرده بودن. به این کمونیستای و سوسیالیستایی که حالا یا به خاطر فریب اسم سوسیالیسم داخل حزب رو خورده بودن یا از سر فرصت طلبی این کارو کرده بودن، اصطلاحاً میگن نازی های بیف استیک. در اصطلاح
خلاصه حزب پاکسازی میشه، کودتای SA بر ضد هیتلر هم شکست میخوره. حالا هیتلر میاد کلی کار انجام میده، بیکاری رو تا مقدار قابل توجهی پایین میاره، ارتش آلمان رو دوباره مقتدر میکنه، با قرارداد و رفراندوم از مردم همون کشورها حتی میاد نواحی آلمانی نشین و آلمانی که جزوی از آلمان بودن و دیگه نیستن یا هم جزوی از آلمان نبودن و میبایست باشن رو میگیره و تحت پرچم آلمان در میاره. تا اینجا نه خبری از کشتن تقریبا نصف یهودی های جهان هست و نه جنگ جهانی دوم رو آغاز کردن. البته اینکه اینا راست یا دروغه بماند و اون خودش شاید موضوع یه ویدیو دیگه ای بتونه باشه. به هر حال اینکه شروع کننده جنگ جهانی دوم متحدین بودن یا متفقین خودش یه مبحث جداگانه رو میطلبه، اما به هر حال چنین جنگی توی سال 1939 شروع میشه. اولش جنگ منطقه‌ای بین آلمان و لهستان بود، اما اوضاع جایی وخیم‌تر میشه که انگلیس و فرانسه هم میان و برای حمایت از لهستان با آلمان اعلان جنگ میکنن. این جنگ فوق‌العاده وحشتناک و وحشیانه بود که کشورهای زیادی رو درگیر خودش کرد، حتی کشورهایی که به صورت رسمی بی‌طرف محسوب میشدن توی این جنگ. هر دو طرف یعنی هم متحدین مثل خود آلمان و هم متفقین مثل شوروی توی موضوع جنایت کم نذاشتن. مثلا جنایت های ژاپن و بریتانیا واقعا شاید غیر قابل انکار باشه توی این برهه زمانی. خلاصه توی این 6 سالی که این جنگ ادامه پیدا میکنه میلیون ها آدم چه نظامی و چه غیر نظامی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به خاطر این جنگ کشته شدن. اولش آلمان خیلی خوب پیش میرفت، طوری که تقریبا تا مسکو رسیده بود. آلمان تقریبا به مسکو رسیده بود و فتح کرملین شاید براش خیلی نزدیک بود، فاصله چندانی با این موضوع نداشت. اما خب به هر حال ورق از یه جایی به بعد برمیگرده و حالا این بار شوروی یه ضد حمله بزرگ به آلمان میزنه. از اون طرف یعنی غرب، آمریکا از بالا یعنی بریتانیا و خلاصه از پایین که جبهه آفریقا بود آلمان داشت بهش فشار میومد. توی یه بازه زمانی نسبتا طولانی اینا تونستن آلمان نازی رو توی یه حالت منگنه مانندی قرار بدن و آلمان عملا از چند طرف توسط کلی از دولت‌های دشمن محاصره شده بود. توی این بازه زمانی حتی خود نازی هم فهمیدن که هیتلر این اواخر تصمیمات اشتباه و مضری برای کشور آلمان و ملت ما گرفته. توی یه جریان معروفی به تاریخ به اسم عملیات والکیری چندین نازی و آلمانی تصمیم میگیرن که هیتلر رو ترور بکنن، اما خب هیتلر از اون اتفاق جون سالم به در میبره. اینجا نکته هم گفتنیه که این جریان برای سال 1944 یعنی 1 سال قبل از پایان جنگ. سال 1945 که میشه دیگه امیدها قطع شده نسبت به پیروزی آلمان و هیتلر. متفقین تا دم برلین پیشروی کردن و اوضاع خلاصه خیلی خراب بود، هم برای مردم آلمان و هم برای خود هیتلر. دیگه اون 1-2 روز قبل از مرگش با زنی به اسم اوا براون که حالا بعداً توی همون مدت کوتاهی میشه اوا هیتلر ازدواج میکنه و بعد از گذشت همون 1-2 روز هم با زنش خودشون رو از بین میبرن. این فقط هم مختص اینا نبود، جوزف گوبلز و همسرش ماگدا گوبلز هم هر 6 تا بچهشون رو از بین میبرن و بعد هم همین بلا رو سر خودشون میارن. سیانور یا گلوله‌های داخل شقیقه ارتباطی با نازی ها داشتن، چه هیتلر چه گوبلز چه حتی افراد مثل گورینگ و هیملر. حالا هر حال اینجا بود که نازی با تمام خوبی ها و بدی ها شکست میخوره و هیتلر هم با تمام این توصیفاتی که ازش کردیم از این لحظه به بعد اگر نگیم به زباله‌دان تاریخ به تاریخ میپیونده. به هر حال از نظر تاریخی کارهای ارزشمند زیادی انجام دادن، جنایت‌های زیادی کردن و خلاصه اینطوری نیست که به صورت 0 و 100 بخوایم معمولا توی تاریخ بگیم یک شخص آدم خوبی بود یا مطلقاً آدم بدی بود. نه. به هر حال این بود از این ویدیو. ممنون از اینکه تا اینجا تماشا کرد.